شام میوه شما رو نکاح میکنه و مرا حلالی کده به تبانی اشاودا. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مصلحت تو که هم مصلحت بیو که اولی مرا سر تیما میگیره میره. پیام دارم به تمام صنعتکارای تاجیک. اگر شما هر چیزی را روی صحنه آورده و مضحکه ایجاد کرده، هرگز امور دینی را، مسائل دینی را روی صحنه نبیاره و مضحکه ایجاد نکنه. یعنی مسائل دینی را مورد مضحکه مردم قرار ندهید. باری هم فکر کرده که به همین خیل نوارهای مضحکه در امور دینیتون خداوند راضی می شود یا اینکه شیطان راضی می شود؟ باری همه را شما فکر کرده یا که نکرده؟ شما داره کی را خرسند میکنه؟ شما شیطان هم داره خرسند میکنه. پس از الله بترسی، هرگز به این کارها دست نزنه. شما با آتش بازی کرده استه. حالتهایی می شود که به همین کاراتون از دایره اسلام خارج می شوید و خودتون آگاه نمی شوید. پس سبحان الله شما دیگه چیز نیفته که مثلا سه طلاقه را یا روی مثلا صحنه آورده است یا مضحکه ایجاد کرده است. پس شما با این نوارهاتون چی را نشان میدید؟ یعنی چی را دکزات کردنی هسته؟ پس شما از الله نمیترسه؟ فکر میکنه که شما چیکار کرده استه؟ نگاه میکنه که در همین نوار بغیرتی یک مرد، خب ترغیب یک کار حرامه که همین حلال کردن به این طریقی که شما بیان کرده حرام و ناجایزه. بغیرتی یک مرد، خب کاری زیناکاری را شما نمی کار ترغیب کرده استه. سبحان الله نگاه کنه که این مردک زنش سر میتیه، سه طلاق میکنه. خلاصه دوای گیران دولا میکنه و پیش ملا را مراجعت میکنه. ملای یک شیطانی دیگه او را ترغیب میکنه، او را راهنمایی میکنه که پیش فلانی آدم برا زن تا نکاح کبته حلاله بکن، یعنی حلاله بکن. خلاصه او آدمی که حلاله میکنه او را نامش با غلطقا بوده. غل یعنی یک آدم عظیم جوسه، یعنی زنش پیش یک آدم عظیم جوسه میبره و بقا میمونه. خب خلاصه نگاه کنید که در اینجا همین خودی حلال کردن که یک کار حرام و ناجایزه به همین طریقه که شما بیان کرده. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید لعن الله المحلل و المحلل له. خدا لعنت کنه همون کسی را که حلاله میکنه و کسی را که برای او حلاله کرده میشود. خب یعنی همین دو نفری که در همین جا یک کسیش مثلا زنش سر میتیه حلاله میکنه و او کسی که این کار انجام میتیه، اینا هر دوش در لعنت گرفتار میشوند. پس یک کار حرامه شما چرا مضحکه کرده روی صحنه میبیاری تا اینکه مردم بخندن؟ پس دیگرش این که زنش میبره در روزی به نکاح نداره. صحنه های همین نواری همین برادر من گفتیستم، میبره زنش در پیش غلطقا بقا میمونن، در پیش وای میمونش، نکاح کدگی نیست. بگهی میروه و قطعی ملا مصلحت میکنه که بیو بریم نکاحشو بکنیم. اگه شاو میروه او زنی خودش که روز تا بگه قطعی او بقا بود در همون خونه میروه، بعد نکاحشو میکنه. خلاصا میمونه و میروه. سحری رنگ همون کسایی که سویچه میقپن دویده کدام میبیویه و ایره میگه که زنی من سرته، اکو زنی من سرته. با او زنکشم خیلی خلاصا به حجاب، یک به حجابی رو در اینجا با یک کار حرامه. زنی به حجاب روی صحنه آوردن هم خودش یک گناه کبیره. خلاصه اون آیوس میگه که غلطقا زنی سرمیدودگی نداره. پناه به خداوند از این خیل بی شرمی و بی حیایی و سبحان الله. با همین نواری کردگیتون واقعا شرم نداشته شما که شما چی را ترغیب کردیستی؟ این نسل نورس همین چیزا را بینن چی عبرت میگیرن؟ برای نسل نورس شما چگونه عبرت چیده؟ شما برادرها، دوستان شریف خصوصی من از شما بخشش میپرسم اگر سخن من برای شما سخت رسیده باشه، ولی همین کاری که شما کرده واقعا قابل ملامت ای برادری عزیز. خب من نه تنها فقط با یک نفر بلکه با تمامی همون حجونگارها، با تمامی همون صنعتکارها مراجعت میکنم که شما از الله بترسه و هرگز در امور دینی کاردار نشوه. بگذاره همین امور دینی را در جای خودش. شما را چی و مسائل دینی را بیان کردن به طریق مثلا مضحکه ایجاد کردن چی؟ چرا این کار را شما میکنی؟ خلاصه در اینجا با یک همین
ملا را یعنی استهزا با ملاها با علمای دین هست در اینجا. یعنی مصدری همین دین علمای دین هستن. شما کاری میکنه که مصدری دین را به اعتبار میکنه. یعنی با این کارهاتون شما نشون میتیه که همین ملاها را اعتماد کردن در کار نیست. یعنی کسی که عالم دین هسته مسائل دینی گپ میزنه حلال و حرام گپ میزنه با اونها اعتماد نکنه که اونها ان همین خیلی انسانن. ملاها یعنی سبحان الله با این درجه همین خیلی ترغیبات حرام میکنه. شما برادرای عزیز خواهرای عزیز اگر شما مثلا مضحکه میکنه یعنی شوخی ها میکنه شوخی های تربیوی بکنه و از چارچوبه اسلام نبروی. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم همین خیلی شوخی کرده بودن. شوخی های پیامبر خدا در روایات حدیث میبیاید یعنی شوخی های بودن که اونها دروغ نبودن. خب یک مثالش همین بود که یک زن پیش پیامبر خدا میبیاد شوهرش میپرسه و میگه که ها همون مردی که در چشمش سفیدی ای. پس او زن تلخ کف میشه میگه آیا شوهر من چیکار شیدگی ای؟ یعنی چشمش مثلا سفید شده. حالا اون که در چشم هر یک انسان سفیدی هست. یعنی پیامبر خدا شوخی میکنه. این خیلی شوخی های پیامبر خدا بسیار هست. ولی شما شوخی های بکنه که از چارچوبه اسلام نبروید و همچون یک تربیه برای نسل جوان باشه. و خواهش میکنم هرگز زنهای به حجاب روی صحنه نبیاره که گناه هر نفری که شما رو تماشا میکنن گناه همه اونها بر شما با دوش میگیره. شما از الله بترسید همین کارهای حرام در پوبلیک انجام ندید. خب باقی در امان الله. بازم در آخر بخشش میپرسم اگر سخن من برای شما سخت رسیده باشه خب ولی دلم برای شما میسوزه که شما داره ایمانتون از دست میتید و خودتون آگاه نمیشوید. الله رب العالمین همه ما را حق بشناسانه و پیروی از حق همه ما را نصیب فرماید. آمین یا رب العالمین.